ابر آمد باز بر سر سبزه گریست. بی باده خوشرنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگاه کیست؟ خب مای یکی از ابرزهای برجسته در ادبیات کلاسیک ما می باشد. ولی اگر این بحث رو مطرح کنند که این کدام مای است، این بحثی علمی نخواهد بود، چون که در ادبیات ابرز ادبی هیچ وقت عین همون چیز نیست. یعنی مراد از هر ابرزی که در ادبیات هست حتما باز بغیر اون چیز دیگری هست و اگر عین همون چیز باشد این قیمت هنری داشته نمیتواند. بنابراین مای هم در اشعار عمر خیام وسیله بیان معنی های زیاد دیگر می باشد. در غیر این صورت او حکیم عمر خیام نمیشد. و مترجم اشعار خیام، مترجم بسیار موفق و مشهور اشعار خیام، ولادیمیر درژاوین، ادیب روس، ادیب کلاسیک روس، میگوید که جام خیام همون جام جهاننمای جمشید است و می خیام این می معرفت است و اون دورگردان محفل خیام اینها خردمندان اندیشه‌ورز هستند. یعنی شناختی این ادیب بزرگ روس، شناختی فیتزجرالد هم همین طور است. حتی فیتزجرالد رو که به انگلیسی خیام رو ترجمه کرده است تا اندازه ایراد گرفتند که خیام رو بسیار از حد زیاد زاهد و تقوادار معرفی کرده است. خیام در شناختی ادیبان بزرگی روس و اروپا به همان صورت اصلی خودش، یعنی حکیم، عقلگرا، خردگرا و زندگی دوست البته در برابر این و ستاینده زیبایی‌های زندگی و فرصت‌های خوبی هستی معرفی شده است. من بعضا به شوخی میگویم که اروپایی ها و روس ها از خیام حکمتی بیت ایلی نه بیت رو گرفتند، مثل همون شکسپیر، بیت ایلی نه بیت، هستی یا عدم رو گرفتند و ما هنوز بر سر خیام بحثی پیت ایلی نه پیت رو گرم می‌داریم. یعنی شناخت آنها متاسفانه این طور است که برای ما البته نسبت به شناخت ما یک مقدار جامع‌تر و عالمانه‌تر بوده است.